در بسیاری از عائله‌های تاجیک کودک نوزاد بنابر آنکه در گهواره خواب می‌رود از آوان کودکی به حاجتخانه کودکی عادت می‌کند. یعنی در زیر گهواره سطیلچه است که حاجت کودک به آن می‌رود. با وجود این وقت کودک کمی بزرگتر یعنی تقریباً از 1.5 ساله بالا می‌شود، وقت آموزاندن او به راحت خانگی یعنی گرشک فرا می رسد. حاجتخانه آموزی یک روند است که صبر و طاقت می خواهد. باید کودک علامت های آمادگی خود را نشان دهد. برای شروع حاجتخانه آموزی کودک را در وقت معین روز مثلا پس از خواب یا بعد خوراک به گرشک شنانیده با نرمی تلقین کنید. هنگامی که او حاجتش را در جای درست انجام می دهد او را تحسین کنید. مثلا آفرین بچه خوشروی من، اما هیچگاه کودک را برای آلوده کردن لباسش سرزنش نکنید. این حادثه معمولی است زیرا او خود را حالا پوره اداره کرده نمیتواند. بعضی پدر و مادران کودکان خود را الک از 1 سالگی به پامپرس گردانده زود به گرشک نشستن را آموزانیدن می‌خواهند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که میانگین سن حاجتخانه آموزی 2 تا 3 سالگی است. بنابراین اگر کودک شما تا 2.5 سالگی هنوز به کمک پامپرس احتیاج داشته باشد نگران نشوید. خاطرجمع باشید دیر یا زود این مرحله را همه کودکان می‌گذرند و تازه‌کنی بیشتر امروز معنای مستقلیت بیشتری فرد است. شما کودک خود را از چند سالگی به گرشک نشستن عادت کنانیدید و این روند چگونه پس سر شد؟ شرح خود را در کامنتاری به ما ارسال نمایید. یادآور می‌شویم که سرپرستی برنامه ما شرکت لین دیوید می باشد. لین دیوید برای تمام عائله.